فروردین ماهی‌ها. در طول سال تنهایی و خودکفایی را یاد خواهید گرفت. این روند رشد روحی و روانی خود دریافت حمایت در مواقع لزوم و بهبود خود از این نظر خواهد بود. ممکن است لازم باشد در این دوره یاد بگیرید که به طور کلی سالم بمانید. ممکن است مسئولیت‌های شما در امور مربوط به سلامت هم از نظر روحی و هم از لحاظ جسمی افزایش یابد و می‌تواند باعث اضطراب شود. شما یاد خواهید گرفت که چگونه یک کسب و کار جدید راه‌اندازی کنید و کاستی‌های مورد نیاز برای این کسب و کار را تکمیل کنید. شما قادر خواهید بود یاد بگیرید که با ترس‌های خود روبرو شوید و آنها را مدیریت کنید. هر از گاهی ممکن است مجبور شوید با بازی‌ها و افراد بدخواه پشت سرتان سر و کار داشته باشید. اما نکته اصلی که یاد خواهید گرفت این است که شما همیشه کنترل زندگی را در دست ندارید و گاهی اوقات ممکن است مجبور شوید به جریان زندگی اعتماد کنید. البته رویاهای واقع بینانه و پایه‌ای در این دوره اهمیت پیدا می‌کنند. خود را گول نزنید، خود را فریب ندهید و از حقیقت و واقعیت خود فرار نکنید. هرچه از حقیقت دورتر شوید، آسیب بیشتری می‌توانید ببینید. اردیبهشت ماهی‌ها. در این دوره یاد خواهید گرفت که چگونه روابط اجتماعی را در این فرآیند مدیریت کنید. این سفر زحل به شما نشان می‌دهد که چه کسی دوست واقعی شماست و متأسفانه می‌تواند در کاهش تعداد دوستان تأثیر بگذارد. این دوره برای افزایش درآمدی که از زندگی تجاری خود کسب می‌کنید باید سخت‌تر کار کنید. در حالی که تلاش‌های بیشتری برای ایدئال‌ها و امیدهای خود انجام می‌دهید، می‌توانید همچنین سوال کنید که رویاهای شما چقدر واقع‌بینانه هستند. افرادی که در این دوره وارد زندگی شما خواهند شد، هدفشان حمایت از شما خواهد بود. شما می‌توانید اوقات بیشتری را با افراد مسن سپری کنید. اگر می‌خواهید وارد سیاست شوید، این یک دوره فوق‌العاده برای شماست. ممکن است بخواهید کارهای مفیدی را برای جامعه انجام دهید، اما باید یاد بگیرید که خود را در آن فدا نکنید و خود را در معرض سوء استفاده قرار ندهید. مسئولیت‌های شما ممکن است در مناطقی مانند احزاب، سازمان‌های مردم نهاد و انجمن‌هایی که با آنها در ارتباط هستید افزایش یابد. خرداد ماهی‌ها. در واقع مهمترین آزمون این دوره داشتن رویاهای واقع بینانه به صورت حرفه‌ای و عقب نماندن از ایدئال‌های غیر ممکن است. افزایش مسئولیت‌های حرفه‌ای، جلب رضایت کارفرما یا مدیران در این فرآیند کار آسانی نیست. زحل به معنای تسلط است. شاید اکنون لازم باشد در زمینه‌ای که به طور حرفه‌ای در آن تخصص دارید تصمیم بگیرید. ارتقای شغلی ممکن است خیلی سریع نباشد یا حتی اگر هم باشد ممکن است با مسئولیت‌های زیادی همراه باشد. بدترین سناریو که امیدوارم این اتفاق نیفتد این است که می توانید وارد پروسه کاریابی شوید یا ممکن است لازم باشد مسئولیتی را بر عهده بگیرید و کسب و کار خود را راه‌اندازی کنید و مسئولیت‌هایی را در این زمینه به عهده بگیرید. در این دوره موفقیت ممکن است پس از تلاش زیاد به دست بیاید. کاری که نمی توانید انجام دهید ممکن است بیشتر از کاری که انجام می دهید برجسته شود. همچنین ممکن است هنگام تلاش برای کمک به دیگران با ناسپاسی مواجه شوید. ممکن است یاد بگیرید که در مورد مسائل مربوط به کسب و کار و حرفه خود تصمیمات احساسی نگیرید. در این دوره ممکن است در مورد شغل یا اهداف خود دچار عدم اطمینان یا مشکلات تصمیم گیری شوید. یکی دیگر از تأثیرات احتمالی می‌تواند تغییر وضعیت شما از طریق ازدواج باشد. شما می‌توانید در ازدواج مسئولیت بپذیرید.
پیرماهی‌ها. شما در مجموعه‌ای از تجربیات در مورد آموزش، مسائل حقوقی، تحصیلات آکادمیک، انتشارات، کار در خارج از کشور، روابط با بستگان، باورهای خود، معنای زندگی و مسائلی که نیاز به خرد دارد خواهید شد. در این مدت باید در مسائل حقوقی دقت و توجه بیشتری داشته باشید. ممکن است مسئولیت شما در زمینه تحصیل افزایش یابد. در مدیریت روابط با مربیان و اساتید مراقب باشید. برای خود دشمن تراشی نکنید. در این دوره ممکن است نیاز شما به کسب دانش و مهارت‌های جدید یا تحصیلات عالی افزایش یابد. با این حال این روند می‌تواند چالش برانگیز باشد. در این دوره می‌توانید آموزش‌های مهمی را برای کسب تسلط جدید پشت سر بگذارید. شاید برخی از شما بخواهید در فروش، بازاریابی، رسانه یا انتشارات تخصص داشته باشید و در این زمینه شغلی برای خود ایجاد کنید. اما این فرآیند در واقع در مورد برداشتن گام‌های واقع‌بینانه و تعیین اهداف واقع‌بینانه است. مفید خواهد بود که بدون فریب دادن خود یا فرار از حقیقت، اقداماتی را که قصد دارید در این زمینه بردارید. شاید برخی از شما بتوانید مسیری را برای پیشرفت تحصیلی خود در پیش بگیرید. برخی از شما ممکن است فرصت‌های شغلی را در خارج از کشور دنبال کنید یا در تحقیقات فشرده برای زندگی در خارج از کشور شرکت کنید. با این حال با توجه به ساختار چالش برانگیز و محدود کننده زحل، این کارها ممکن است آنطور که شما فکر می‌کنید آسان نباشد. ممکن است با موانع و مدارکی روبرو شوید که دائما نیاز به رسیدگی دارد. برخی از شما ممکن است دوره‌ای را پشت سر بگذارند که وجود خود را در زندگی زیر سوال ببرند و زندگی را درک و کشف کنند. شما می توانید به رشته‌های مختلف روی بیاورید که در آنجا می توانید پاسخ همه این سوالات را در ذهن خود بیابید. ممکن است نظام‌های فکری و فلسفه‌های متفاوتی وجود داشته باشد. ممکن است تمایل داشته باشید بیشتر درباره باورها و ارزش‌های شخصی خود فکر کنید و آنها را زیر سوال ببرید. ممکن است بخواهید سیستم اعتقادی خود را مرور کنید یا در مورد مسائل مذهبی و فلسفی تحقیق بیشتری انجام دهید. شاید حتی بتوانید طالع‌بینی را یاد بگیرید. شما می توانید با افراد خارج از کشور سرمایه‌گذاری تجاری داشته باشید، اما هنوز هم به همه اعتماد نکنید. مرداد ماهی‌ها. اول از همه باید یاد بگیرید که در مورد مسائل مربوط به بدهی‌ها و وام‌ها گام‌های واقع‌بینانه بردارید. شما نباید به دنبال رویاهای پوچ باشید و زیر بار بدهی‌های مالی غیر ضروری بروید. همچنین به مسئولیت‌هایی که باید در مورد مسائل مربوط به سلامتی خود بپردازید اشاره می‌کند. شما باید به سلامتی خود اهمیت دهید، به خصوص در مورد مسائلی مانند سیستم ایمنی بدن، پاها، آلرژی‌ها و شاید در این فرآیند پول خود را صرف مسائل مربوط به سلامت کنید. به نظر می‌رسد این فرآیندی خواهد بود که در آن باید ارزش سلامتی را بدانید. حتی ممکن است مواردی باشد که نیاز به عمل جراحی وجود داشته باشد. زمان آن است که با ترس‌های خود روبرو شوید. خانه هشتم درباره تغییر و دگرگونی است و حاکی از تغییر و تحول در سطح روحی و روانی است. این حرکت زحل نشان می‌دهد که می‌توانید فرآیندهای عاطفی و روانی عمیق‌تری را سپری کنید. در این دوره احساسات پنهان، ترس‌ها و نگرانی‌ها ممکن است ظاهر شوند. در طول این فرآیندها زحل می‌تواند به شما کمک کند تا با افرادی که از شما حمایت می‌کنند تا با حقیقت روبرو شوید و بار عاطفی خود را کاهش دهید گرد هم بیایید. شاید اکنون زمان دریافت حمایت روانی مورد نیاز باشد. در این فرآیند می‌توانید انتظار مشکلاتی در مورد ارث داشته باشید. تقسیم ارث ممکن است بسیار دردسرساز باشد. یک بدهی مالیاتی از گذشته که به آن اهمیت نمی‌دادید یا به آن توجهی نمی‌کردید
ناگهان در قالب مبلغی هنگفت در مقابل شما ظاهر می شود و ممکن است از شما انتظار برود که آن را به شکلی دردسرساز پرداخت کنید. اگر از کار مشترک درآمد کسب می کنید، ممکن است مسئولیت‌های شما در مورد به اشتراک گذاری آن افزایش یابد. هرگز آنچه را که حق شماست را رها نکنید. شهریور ماهی‌ها. شاید روابط زمینه‌ای باشد که در این دوره چیزهای زیادی یاد بگیرید، اما در واقع وضعیت کلیدی در اینجا این است: شما باید روابط واقع‌بینانه، مشارکت‌های واقع‌بینانه و اهداف واقع‌بینانه در این زمینه‌ها داشته باشید. نه خود را فریب دهید و نه به دیگران اجازه فریب دهید. فرض کنید شما یک رابطه یا شراکت دارید و کمی مشکل ساز است. در اینجا دو مسیر خواهید دید: یا مسئولیت‌های لازم را برای ترمیم رابطه یا شراکت بر عهده می‌گیرید یا ترک می‌کنید. زحل یک موقعیت میانی ایجاد نمی‌کند. بنابراین روابط موجود ممکن است از طریق یک آزمون بگذرد. این دوران در بسیاری از ازدواج‌ها می‌تواند اتفاق بیفتد. اثر دیگر این است که دشمنان شما به وضوح خود را نشان می‌دهند. اما شما باید با دشمنان قوی مبارزه کنید. قراردادها و همکاری‌های بلند مدت نیز در این دوره پدیدار می‌شوند، اما باید مراقب این موضوع باشید. لطفاً از افرادی که بیش از حد رویاپرداز هستند، از واقعیت جدا شده‌اند، بیش از حد ایدئال‌گرا هستند و تعادل روانی ناپایدار دارند دوری کنید. در غیر این صورت ممکن است به خصوص در این روند بسیار آسیب ببینید. مهر ماهی‌ها. شما یاد می‌گیرید که مراقب سلامتی خود باشید. به خصوص ممکن است مسائل مربوط به سلامت روان یا پاها و سیستم ایمنی بدن وجود داشته باشد. سازماندهی کسب و کار و محیط کاری شما مجموعه‌ای از تجربیات را به زندگی شما اضافه می‌کند که به شما امکان می‌دهد همراه با برخی از رویدادهایی که در زندگی تجاری تجربه خواهید کرد، رشد کرده و بالغ شوید. ممکن است تصمیم بگیرید که در این دوره در زمینه کسب و کار متفاوتی تخصص داشته باشید، اما به یاد داشته باشید که این فرایند چالش برانگیز خواهد بود. ضمناً اگر چنین تصمیمی بگیرید، مهم خواهد بود که تا چه زمانی میتوانید پای این تصمیم باشید و حتی در مسائل تجاری گام‌های واقع‌بینانه بردارید. الان زمان تعقیب رویاهای پوچ نیست. متاسفانه هر شغلی که انجام می‌دهید دوره‌ای در انتظار شماست که مانند یک برده کار کنید. اگر کار نمی‌کنید، کارهای روزانه شما به قدری زیاد می‌شود که وقت گذاشتن برای خود برایتان سخت خواهد شد. شاید برای پیدا کردن کسی که در تجارت درست کار باشد برایتان سخت باشد. آب ماهی‌ها. در این دوره چیزهای زیادی در مورد عشق خواهید آموخت. مسئولیت یک عشق را به عهده بگیرید. با عشق رشد کنید. با عشق بیاموزید. البته نکته‌ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که به دنبال عشق‌های واقع‌بینانه باشید و خود را فریب ندهید. در طول این گذر زحل ممکن است با افراد بالغی که از شما بزرگتر هستند شروع به معاشقه کنید. آنهایی که متأهل هستند مسئولیت‌های مهمی را در رابطه با فرزندان خود به عهده می‌گیرند یا شاید این روند را صرف تلاش برای بچه‌دار شدن کنند و صبر و بقا را با آنها بیاموزند. در این دوران ممکن است بحران‌های جدی به خصوص در وضعیت مالی پدرتان رخ دهد. از کسب و کارهای پرخطر و سرمایه‌گذاری پول خود در ریسک‌های بزرگ اجتناب کنید. زحل شما را در آزمون تمایز بین واقعیت و رویا قرار می‌دهد. به خصوص کسانی که به دنبال سرمایه‌گذاری‌های پرخطر هستند باید بسیار مراقب باشند. از بورس به عنوان مرکز قمار استفاده نکنید. زندگی ممکن است مانند گذشته به شما شادی ندهد.
از سرگرمی‌ها و دوستی‌های خود سرد شوید. اگر سرگرمی دارید که دوستش دارید، می‌توانید به مرور زمان در آن حرفه‌ای شوید و آن را به یک حرفه تبدیل کنید. آذر ماهی‌ها در این دوران مسئولیت‌های مربوط به خانه و محل سکونت افزایش می‌یابد و ممکن است تجربه‌های مهمی در این زمینه داشته باشید. ممکن است برخی از شما در این دوره نیاز به توجه بیشتر به خانواده خود داشته باشید. شما ممکن است از آنها مراقبت کنید. برخی از شما ممکن است ابتکاراتی برای داشتن خانه داشته باشد. این گذر ذوحل می‌تواند فرد را به یک پرسش عمیق از زندگی سوق دهد و ممکن است منجر به گرایش و افسردگی شود. دوره‌ای است که زندگی، شغل و روابط زیر سوال می‌رود. ممکن است در معرض محدودیت‌هایی قرار بگیرید، به خصوص در مورد شغل خود و ممکن است استرس ایجاد شود. البته در این مدت می‌توانید خانه بخرید. ممکن است هنگام خرید خانه مسئولیت‌های شما افزایش یابد. ممکن است دوره‌ای را سپری کنید که بخواهید کمتر اجتماعی باشید و بیشتر وقت خود را در خانه سپری کنید. ممکن است مشکلات سلامت اعضای خانواده پدیدار شود و مسئولیت‌های شما در این زمینه افزایش یابد. شما می‌توانید گذشته و ریشه‌های خود را بسیار بیشتر مورد سوال و تحقیق قرار دهید. اگر یک زمین زراعی در دست دارید، زمان خوبی برای بهره برداری از این زمین، کسب سود و سرمایه‌گذاری است. دی ماهی‌ها ذوحل که در خانه سوم شما پیشرفت خواهد کرد، ممکن است باعث شود که شما به دنبال پاسخ سوالاتی مانند نحوه برقراری ارتباط مناسب، آموزش برای آینده‌تان، نحوه برقراری ارتباط صحیح با حلقه نزدیکتان و یا روابطتان با خواهر و برادرتان باشید. ذوحل به معنای مسئولیت پذیری است. شاید در این مدت بتوانید مسئولیت خواهر و برادر خود یا آپارتمانی را که در آن زندگی می‌کنید به عهده بگیرید، اما باید یاد بگیرید که هر از چند گاهی کار را محول کنید. این دوره همچنین ممکن است زمانی برای تسلط بر فروش ایده‌های خلاقانه شما باشد. البته روابط با اقوام، خواهر و برادر و همسایگان نیز ممکن است در این دوره آزمایش شود. شاید با آموزش‌هایی که در این دوره می‌بینید رشد کنید و زمینه‌های تخصصی جدیدی را برای خود تعیین کنید، اما روند یادگیری ممکن است کمی دشوار باشد. بنابراین مدیریت صحیح روابط با مربیان و معلمان برای شما مهم خواهد بود. دوره‌ای در انتظار شماست که در آن باید خود را در زمینه ارتباطات، فروش و بازاریابی آموزش دهید. شاید انتشارات خود را تأسیس کنید و کتاب بنویسید. ممکن است مسئولیت‌های دیجیتالی شما افزایش یابد و ممکن است لازم باشد خود را در کارهای مرتبط با تجارت الکترونیک گسترش دهید. اگر یک مربی یا معلم هستید، ممکن است مسئولیت‌های شما در مورد کارتان به میزان قابل توجهی افزایش یابد. شاید لازم باشد یاد بگیرید که با دانش آموزان ارتباط سالم برقرار کنید. شاید لازم باشد از خواهر و برادر خود مراقبت کنید یا مسئولیت تحصیل آنها را بر عهده بگیرید. بهمن ماهی‌ها فرایند یادگیری را که ذوحل نشان می‌دهد از طریق مسائل مادی تجربه خواهید کرد. مهمترین اثر این فرایند این است که اهداف واقع بینانه به معنای برداشتن گام‌های واقع بینانه خواهد بود. تعقیب رویاهای پوچ در این دوره به معنای از دست دادن پول است. کسب درآمد، مدیریت آن و ارزش‌گذاری برای خود، اینها همیشه حوزه‌های آزمایشی شما خواهند بود. با پول کم میتوان کارهای زیادی انجام داد و گاهی حتی اگر پول زیادی داشته باشید نمیتوانید هیچ کاری را انجام دهید. ممکن است مسئولیت‌های شما در رابطه با کسب درآمد نیز افزایش یابد.
به عنوان مثال ممکن است در یک بخش جدید شروع به کار کنید و ممکن است لازم باشد در این زمینه آموزش ببینید. ممکن است بخواهید برای کسب درآمد از خلاقیت، صحنه، تخیل، سلامت و انرژی قدم‌هایی بردارید، اما ممکن است کارها کمی کند پیش برود. شاید لازم باشد یاد بگیرید که از منابعی که در اختیار دارید به عاقلانه‌ترین راه استفاده کنید و دائما پرداخت‌ها، هزینه‌های پیش‌بینی شده و حتی شاید خرید بزرگ و پرداخت اقساطی انجام ندهید یا یاد می‌گیرید برای اولین بار در زندگی خود پس‌انداز کنید. دوره‌ای برای شما خواهد بود که کارهای زیادی را با منابع محدود انجام دهید. شما می‌توانید کسب و کار خود را راه‌اندازی کنید، اما ممکن است مجبور شوید برای آن سخت کار کنید. همچنین ممکن است در مورد مسائل مالی تصمیمات سرد و سخت بگیرید. توجه داشته باشید که هزینه‌های لوکس در این مدت به حداقل می‌رسد. مهمتر از همه ممکن است لازم باشد یاد بگیرید که برای خود ارزش قائل شوید و از استعدادهای خود درآمد کسب کنید و بازاریابی کنید. اسفندماهی‌ها: شما فرآیند ارزیابی گزینه‌هایی را که دارید برای پایان دادن به روابط، نظم و الگوهایی که دیگر در زندگی تجاری یا شراکت شما کار نمی‌کنند و مشکلات مربوط به همسر را شروع می‌کنید و به سمت یک برنامه جدید حرکت می‌کنید. زمان تغییر و تجدید ساختار داخلی است. مسئولیت‌ها افزایش می‌یابد. این گذری است در مورد فکر کردن به همه چیزهایی که تاکنون در زندگی خود ساخته اید و فیلتر کردن تجربیات خود و درک آنچه آنها به شما اضافه کرده‌اند. از طرف دیگر ممکن است بخواهید انرژی خود را صرف مسائل اقتصادی کنید. از زمان خود به خوبی استفاده کنید و از کارهایی که لازم نمی‌دانید و شما را خسته می‌کند اجتناب کنید. روابط تجاری یا خصوصی ممکن است شما را خسته کند. ممکن است تصمیم بگیرید که بارها، وظایف و مسئولیت‌هایی را که فکر می‌کنید به شما کمک نمی‌کنند را باید رها کنید. پس از انجام ارزیابی‌های لازم، باید بدون فکر کردن به آنچه پشت سر گذاشته‌اید، به پلن بی تغییر مسیر دهید و برای به دست آوردن منابع، مهارت‌ها و تجربیات جدید سخت کار کنید. خوبی آن این است که می‌توانید استعدادهای شخصی خود را در این فرآیند بیشتر تقویت کنید و آنها را به سود تبدیل کنید. این دوره مانند گذراندن زندگی از یک غربال خوب است. به شما این امکان را می‌دهد که از شر هر چیز غیر ضروری و سنگین خلاص شوید. زحل سیاره نظم و انضباط است و زمانی خواهد بود که به طور مختصر شخصیت و زندگی خود را نظم و ترتیب دهید. علاوه بر این، زحل که به خانه اول شما سفر می‌کند نیز به کاهش وزن سریع شما کمک می‌کند. ممکن است احساس کنید که بدشانس هستید. دیدگاه شما نسبت به زندگی ممکن است در این دوره سخت شود. در این مدت ممکن است خانه را ترک کنید، تنها زندگی کنید، ازدواج کنید یا کسب و کار خود را راه‌اندازی کنید. زحل آستین‌های خود را بالا می‌زند تا شما را وادار به انجام مسئولیت‌های مختلف کند.